کار خیلی خوب میخواد بخونه، کار زیبا میخواد بخونه که من میخوام که خود آقای جوانمردی عزیز کار شما. سلام، حال شما چطوره؟ مبارک باشه. پیشا پیش میکروفون رو بالاتر میگیری؟ سلام عرض میکنم خدمت تمام بینندگان عزیز. پیشا پیش تبریک عرض میکنم نوروز 93 رو به همه همشهریان عزیزم. انشالله بر شما مبارک باشه. آقای جوانمردی کار رو معرفی میکنی برامون؟ کارنامش هست نوروز انتظار، آهنگسازی و تنظیم آقای آرش و آرمان منور صادق و شعر از خانم شمیم زمانی. بسیار عالی. سال 93 با روز جمعه آغاز میشه و با روز جمعه هم به پایان میرسه، یعنی روزی که متعلق به ساحت مقدس سکاندار زمین و آسمان هست. امیدواریم و دعا میکنیم خاصه در لحظه تحویل سال که سال فرج مولا و مقتدامون مولای آب و آینه حضرت صاحب الزمان سال 93 باشه و این کار رو به همه کسانی که قلبشون و جانشون میتپه برای او تقدیم میکنیم با صدای رحیم جوانمردی عزیز. ماشاءالله 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 ماشاءالله. دور و بریا تشویق نمیکنن آقای جوانمردی رو. ما آخه اینجا بیننده زیاد داریم غیر از گیرنده های خوبمون که توی منزل هستن و پای گیرنده هاشون برنامه رو میبینن. حضار محترم مسافرهای نوروزی هم اینجا هستن و خیلی کار قشنگی خوندیم. انشالله که دست مهربان حضرت حجت همیشه پشت و پناهت باشه، پشت و پناه هممون باشه و کارهای بهتر و فاخرتری هم از آقای جوانمردی بشنویم. درود بر تو. با آقای جوانمردی خداحافظی میکنم. خیلی متشکرم آقای جوانمردی، سپاسگزارم و من میکروفون میذارم اینجا. عرض میکنم خدمتتون که
لحظه تحویل سال لحظه استجابت داست. اینو همه میدونیم و بچگی هم بهمون گفتن و خود به خود نشونش هم اینه. خود به خود لحظه تحویل سال رقیق تر میشیم، لطیف تر میشیم، حالمون بهتر میشه، یه حسی پیدا میکنیم دیگه. غیر از اینه؟ همتون تجربه کردین حتما لحظه تحویل سال رو اعتقاد دارید که دعا مستجاب میشه، لحظه تغییر و تحول هست و توی اون حال هوای معنوی حتما فرج مولامون رو بخوایم. سال 93 سالی هست که با نام حضرت صدیقه طاهره عصمت کبری فاطمه زهرا سلام الله علیها داره آغاز میشه. ای کاش شبی ظهور میکرد بهار، از کوچه ما عبور میکرد بهار. من زردترین قصه عشقم، ای کاش یک بار مرا مرور میکرد بهار. درود به همه شما. حیف این حال هوای خوب معنوی و حسی و دوست داشتنی رو به این زودی بخوایم ازش خارج بشیم. امیدوارم سال 93 اتفاقاتی برای شما بیفته، ناخواسته خواسته های شما برآورده بشه. یهو ببینی یه دعایی که یه زمانی تو دلت داشتی و خیلی از خدا میخواستی مستجاب شده و بعد با خودت بگی انگار دعای یکی در حقم مستجاب شد. برای هم دیگه مخصوصا خیلی دعا کنیم، خیلی دعا کنیم. دعا در حق دیگری مستجاب خواهد شد و مهربانی رو نشر بدیم با آمدن بهار. دلمون رو از خدای ناکرده کینه ها و خشونت ها و به هر حال ناملایمتی های روزگار یا چیزایی که از دور و بریامون دیدیم پاک کنیم. در روایات اسلامی ما هست که دعا از سینه‌ای که درش کینه باشه به آسمان نمیره و ما لحظه تحویل سال خیلی با خدا کار داریم، خیلی با خدا کار داریم و دوست داریم با خدا خیلی حرف بزنیم. خب تصاویری هم که می‌بینید همه 4 نقطه